سلام علیکم دوستای عزیز، به چینل خودتان خوش آمدید. امیدوارم همه شما خوشحال خوشبخت در کنار خانواده محترمتان باشید. یک جهان سپاس، یک جهان تشکر که از ما حمایت مونید، کامنت های زیبا میدید، لایک مونید، سابسکرایب مونید، مشترک مونید. امروز یک طرز تهیه اسفناج با ماست، برانی اسفناج با ماست در شما شریک میسازم. یم دو پیاز خرد کردیم به شکل نگینی، یم فلفل سیاه، فلفل قرمز، یم نمک به مقدار لازم، یک گاز سیر رنده کردیم، یم روغن، یم 1 کیلو اسفناج خرد کردیم، یم ماسه، یم 2 تا نیش پیاز خرد کردم برای طعمش خوبه. امیدوارم که از ویدیو ما خوش شما بیه. بازم درشو نشان میدم بیننده‌های عزیز، ما خیلی کم روغن میریزم، حدودای 2 قاشق 3 قاشق، زیاد نه. روغن داغ آمده، پیاز اضافه میکنم، پیاز سرخ یا اسفناج اضافه میکنم. اسفناج هم این بنچکش را خیلی اینتر ریز خورد کن، ولی برگش زود نرم میشه، یعنی بنچکش باید خوب ریز خورد کن. یم فلفل نمک را اضافه میکنم. شما با مقدار به میل خودم که اضافه کنید، یا فلفل کم یا زیاد هر چقدر دوست داشتید. 2 نش پیازچی خرد کرده بودم اضافه میکنم. برای طعمش مایی را دوست دارم. یه از اسفناج سرخ شده، بیننده‌های عزیز نگاه کن، آبش خوب خشک شده و اسفناج نمانده. موقعش مثلا سرخ کن که آبش خشک شده، خیلی خوب شمه. یکی آبش را کم نکن، باید دلای خود چه خشک شده. خیلی آب اسفناج کست مفیده. یه از اسفناج آماده شد، بازم درشو نشان میدم. یم کره، شما دست داشتید روش کره بریزید، روغن ماه بریزید، هر جوری دست داشتید. بیال ماس آماده میکنم. یم یک سیر که رنده کرده بودم نشان میدم در شما، قاطی میکنم. نصف قاشق چایخوری نمک قاطی میکنم. ما ماس را 5 قاشق پر گرفته بودم. شما به میل خودتان شما خواست 1 کیلو اسفناج هر چقدر دوست داشتید، زور ماس شد کم ماس شد. ماس را اضافه میکنم. برانی اسفناج آماده شد. بیننده‌های عزیز نگاه کن به این شکل. شما میتونید ماش را کم زیاد کن، مثلا کم کن زیاد کن. ما خیلی کم کردم اینجا، خورده خیلی کم ریختیم. شما میتونید کم بریزید، زیاد بریزید یا نریزید، هر جوری میل خودتان شما. امیدوارم از این ویدیو ما خوش بیه. یک جهان تشکر، یک جهان سپاس که لایک مونید، کامنت های زیبا میدید، با دوستای و فامیلای عزیز خود مشترک مونید. بازم از ویدیو ما خوش آمده، لایک، سابسکرایب، کامنت یاد چیمون نروه، شیر. یک جهان سپاس تا ویدیو بعدی. خدایا رو نگهدار شما.